حالا اکنون پهلوان دیگری تاجیک حقنظر نظرов با رقیب برزیلیا گشت میبراید. وزن 81 کیلو حقنظر نظرов در گشتن ملی در جمهوری تاجیکستان چمپیون جمهوری است و یکمین بار به فکرم در تاسکالای بزرگ ابودابی اشتراک میکند و با ورزشگر برزیلیایی مکیدا جاو کشتی ایستاده است. اصول اوچیماتا را استفاده میبرند ولی متاسفانه تو خیلی باز یک حرکت از طرف ورزشگر برزیلیایی. خب رمزی من میخواستم که درباره اون نبردی که خواجه‌زاده داشت با رقیبش شما در اینجا تا کجا همکسبانی خویش را در اینجا نادرست؟ شاید در اینجا واضح نبود ولی از طرف کمیسه چون که در اونجا 4-5 تا کامرای در همون گلیم استادگی و یا کار میکنه و همون سبقت در پیش همون کمیسیون نشان میتن و تکرار هم میبینه. اگر تکرار یک اصول تکنیکی اجرا میشد با گوشک همون داور میرسونه که وزاره چون که وقتی آخران بود سبقت همون خول معین رو باید معین کند، خول طلایی و ویروس و مغلوبیت دچار شد. اکنون این پهلوانی که بار اول میبراید در مقیاس جهان چی گفتنی هستید برای؟ البته برای همین ورزشگر باید تجربه در کار است بسیارتر به این مسابقه و روان کرده شود و بعدا ممکن اون نتیجه نشان دهد. بار اول و به تاسکالای بزرگ این بسیار مشکلی است برای هر یک ورزشگر. البته حقنظر نظرov ورزشگر بهترین تاجیکستان است ولی حرکت نادرست است چون در همین حالت میتوانند داور شیدا نشان دهد برای حقنظر نظرov فالشتک یعنی بر دروغ، حرکت بر دروغ است. البته همین خیلی هم شد چون که حرکت بر دروغ بود از طرف داور شیدا داده شد. اکنون برابر هستند شیدا ولی از جهت از دست دادن کمیکات یعنی همون قپیدن استوی دست حقنظر و از دست میداد و اولت اسای کوری یعنی سانکاکو این حرکت تکنیکی نامش سانکاکو است و حاضر اسای کومی حساب میکنم. فکرم از این حالت مشکل دیگر حقنظر نظرov برآمدن است. مشکل است چون که این حالت و تخت پشت نگاه داشتن و این برآمدن خیلی مشکلی دارد. روز دوم مسابقه ورزشگران تیم دسته ما متاسفانه خوب برآمد نکردند. بله اکنون یک بانوی دیگر مانده است از مردم نتیجه نشد. شاید اکنون همون بانو او بانو نیست وزن 63 کیلو اگر بله 63 کیلو برآمد میکنه. قلندر و شویده قلندر و یکی است پهلوانی است که بیشتر دستاوردش در جام آسیا است در ازبکستان هنرنمایی کرده است. ورزشگر کوبا